در این برنامه توضیحاتی خدمتتون دارم راجع به اندازه آلت تناسلی در آقایون. از اونجایی که حجم وسیع از ایمیل ها و از سوالایی که دوستان عزیز میپرسن در رابطه با این موضوع هست، مناسب دیدم که با تهیه این ویدیو توضیحاتی هرچند مختصر رو داشته باشم برای این دسته از دوستان عزیز. همونطور که میدونیم مسئله آلت تناسلی در مرد از حساسیت فوق‌العاده‌ای برخورداره. یعنی هر گونه نقص و مشکلی که فرد احساس بکنه در این رابطه داره، مشغولیت ذهنی خیلی زیادی رو برای مرد ایجاد میکنه. دستگاه تناسلی و آلت تناسلی در مرد به عنوان سمبل مردانگی در واقع حساسیت خیلی خاصی برای مرد داره و چنانچه فرد احساس بکنه در رابطه با سایز و اندازه دچار مشکل هست، پیامدهای روانی و همچنین نتایج منفی در رفتار جنسی و زندگی جنسی فرد میتونه بازی بکنه. فردی که ناخشنود هست از این عضو مسلماً یک استرس و اضطراب مزمن رو داره تجربه میکنه و اون هست که یک ضعف بدنی و یک نقص بدنی رو داره. در زندگی جنسیش این فرد احتمال اینکه دچار زود انزالی باشه خیلی بیشتره. این فرد احتمال اینکه دچار ناتوانی جنسی باشه خیلی بیشتر هست. ممکن اصلا پرهیز بخواد بکنه از برقراری رابطه جنسی به خاطر اون احساس شرم و خجالتی که از این بابت در ذهن خودش میکنه، و یا اینکه احساس بکنه در خوشنودسازی شریک جنسیش شاید ناتوان باشه. پس همه این فاکتورها شرایط بسیار ناخوشایندی رو در فرد ایجاد میکنه و فرد رو مترصد این میکنه که بخواد در صدد درمان بر بیاد. اونچه که در رسانه ها و در دنیای تجاری داره تبلیغ میشه یه سری فراورده هایی است که داره توصیه میشه، مثل کرم ها یا لوسیون هایی که در بازار وجود داره و گفته میشه با استفاده اون فرد میتونه به این مشکل فائق بیاد. گاه توصیه هایی هست که به فرد در واقع این راه رو این کمک رو میتونه بکنه که این مشکل رو رفع بکنه، مثل سکویزینگ تکنیک یا اون ماساژ ها و فعالیت هایی است که به شکل طولانی مدت چنانچه انجام بشه گفته میشه که تاثیرگذار هست در افزایش اندازه آلت تناسلی در مرد. واکیوم پامپ ها یا اون دستگاه های مکنده است که وجود داره و توصیه میشه برای حل این مسئله. استرچ کردن و اون وزنه هایی است که آویزون میشه و حالت کشش ایجاد میکنه در آلت تناسلی و به شکل طولانی مدت گفته میشه که تاثیرگذار هست، و نهایتاً عمل جراحی. اما اون چیزی که واقعیت داره و از نظر علمی باید ما بهش عنایت خاص داشته باشیم این هست که هیچ کدوم از مواردی که خدمتتون گفتم مورد تایید از نظر علمی نیست. یعنی اون چیزی که به عنوان فراورده ها ما میبینیم در بازار هیچ کدومشون از نظر علمی، از نظر استانداردهای بهداشتی مورد تایید نیستن و پیامدهای طولانی مدت یا نتایج مثبت طولانی مدت رو برای فرد نمیتونه به همراه داشته باشه. از طرف تکنیک هایی که توصیه میشه و یا نهایتاً عمل جراحی، خود عمل جراحی صرفاً در شرایط بسیار خاص و در موارد نادر توصیه میشه که انجام بگیره. معمولاً فرد چنانچه اندازه آلت تناسلیش در هنگام نوروز زیر 3 اینچ باشه، این فرد ما میگیم که دچار مشکل کوچکی آلت تناسلی هست و خب عمل جراحی ممکنه براش صورت بگیره یا توصیه بشه. ولی نکته مهم هست که بسیاری، یعنی اکثر قریب به اتفاق آقایون نرمال هستن و صرفا این یک تصور ذهنی است که فرد خودش رو همیشه کم ارزیابی میکنه و خودش رو مشکل دار تصور میکنه، ولی از نظر علمی همه آقایون نرمال هستن و این عده که از کوچکی دستگاه تناسلی به شکل واقعی در رنج هستن عده بسیار بسیار قلیلی رو شامل میشن.
نکاتی که باعث میشه فرد به این باور اشتباه برسه، یکی اون تبلیغاتی است که از رسانه ها داره میبینه، در فیلم های پورنو ستاره ها که گلچین شدن از میان هزاران فردی که وجود دارن که از نظر بدنی بنابر شرایط نژاد یا جثه و فاکتورهای از این قبیل متفاوت هستن با حد نرمال مردم، خودشون رو با اونها مقایسه میکنن و فکر میکنن که حد نرمال اونها هستن. در کنار اینکه زاویه دید افراد خیلی مهمه. آقایون همیشه از بالا نگاه میکنن به دستگاه تناسلی خودشون و مسلماً این زاویه دید با اون زاویه که فرد داره از کنار به دیگران نگاه میکنه فرق داره. ما دیگران رو از کنار نگاه میکنیم، آقایون در رختکن‌ها یا در حمام دیگران دستگاه تناسلی دیگران رو از پهلو نگاه میکنن و مسلماً این زاویه با اون زاویه دید خود فرد متفاوت هست. از طرفی افرادی که از در واقع شکم بزرگ در رنج هستند به نظر میاد که دستگاه تناسلی بیشتر کسایی که مراجعه میکنن این دسته از افراد هستن و یک خطای در واقع دیداری هست که در مقایسه با اون شکم بزرگ دستگاه تناسلی کوچک به نظر اون فرد میاد. و اون کسایی که نظافت رو رعایت نمیکنن و مسلماً خود این مسئله تاثیرگذار هست در اون دیدی که فرد داره به ظاهر دستگاه تناسلی. پس همه این فاکتورها رو باید لحاظ بکنیم، در کنار این که اگر بهونه فرد این هست که شریک جنسیش رو نمیتونه خرسند بکنه و این مهمترین در واقع کانسرن فرد هست، باید متوجه باشیم که بسیاری از تحقیقات داره نشون میده که اندازه و سایز در خشنودسازی شریک جنسی بسیار بسیار بی تاثیر و یا کم تاثیر هست. یعنی در تحقیقاتی که انجام شده خانم ها از سایز شکایت ندارن، فاکتور مهمی نیست در خشنودسازی دستگاه شریک جنسی. دستگاه تناسلی زن بگونه است که با هر سایزی میتونه خودش رو منطبق بکنه و اینجور نیست که با متفاوت شدن سایز تأثیری در خوشنودی بیشتر یا کمتر یا به ارگازم رسیدن یا نرسیدن فرد بازی بکنه. و واقعا این فاکتور علیرغم اینکه خیلی برای مرد مهمه، اما این درجه از اهمیت رو برای زن دارا نمیباشه. و این توصیه من به کلیه افرادی که با این مشغولیت ذهنی در رنج هستن این هست که به روانشناس به سکس تراپیست مراجعه بکنن، مشکلشون رو مطرح بکنن، علت این ضعف اعتماد به نفس و یا این مشغولیت ذهنی رو با اونها در میون بگذارن و توصیه لازم رو در این رابطه دریافت بکنن. امیدوار هستم توصیاتی که در این رابطه خدمتتون گفتم هرچند کوچک و اجمالی بتونه مورد استفادهتون واقع شده باشه. با تشکر از توجه شما به این برنامه، خدا نگهدار.